سلام عرض کردم. سلام بر شما. آیه ملازاده، این آقایونی که به شما زنگ میزنن و از شما التماس دارن، مثلا میگن ما رو دعا بکنید و شما هم دعا میکنید، این هم کافرن. چون اینها اگر راست بیان خودشون برن و خودشون رو دعا بکنن. شما رو که واسطه قرارن، اینها خودشون کافرن، اینا خودشون مشرکن. چون شیعه همین کار رو میکنن. وقتی میگن ما رو بده، یعنی شما واسطه بین ما و خدا و حاجت ما رو از خدا بگیر. هر کس از اینها مستقیما حاجت بگیره و بگه که شما خودتون به ما حاجت بدید، این از جرگه شیعه ها همه ائمه رو واسطه فیض قرار که شما فقط بلدید متاسفانه در بعضی از برنامه‌تون همه این کار رو دارن و ائمه رو به عنوان واسطه قرار دارن، میگید کافر و مشرک. لیکن بریم سراغ اصل مطلب شما که خلط مبحث کردید و شنبه رو با یک شنبه قاطی پاتی کردید و میگه که اینایی که از من هم دعا میخواد پس کافر باید باشن. این نگرش درست نیست. برای که اینی که از من دعا میخواد، این درست اینه که از من قلم میخواد، درست اینه که از من کاری میخواد. دقت میکنین؟ و این در شرع اسلام جایزه، برای که زنده ای از زنده ای چیزی رو میخواد که میتونه اون کارو بکنه. اما از مرده دعا خواستن قرآن شدیداً نهی کرده. این یک. قرآن فرموده که دعاتون رو نمیشنوند، صداتون رو نمیشنوند. عقلم گواهی بر این میده، پیغمبرم گواهی بر این میده. شما عقل رو گذاشتی کنار، قرآن رو گذاشتی کنار، سنت رو گذاشتی کنار، به موهومات خودت چسبیدی. این یک. پس دعا خواستن از کسی زنده مثل دعا خواستن از کسی مرده نیست. این قاطی کردن مسائله. و شما که میگی شیعه همین کارو میکنه، نه خیر آقا، شیعه این کارو نمیکنه. شیعه فقط دعا نمیخواد که. چرا راست نمیگویید؟ شیعه علنا ما کلیپ ها رو نشون میدیم، میگه ما خودمون این الله یاری با تمام بدی هایی که داره یک حسن خوب داره که از بقیه صریح تره، شیعه تره. دقیق تشیع رو همونطوری که هست نشون میده. یعنی چی؟ میگه ما از خود ابوالفضل میخواییم، ما از خود علی میخواییم، ما از خود ائمه میخواییم. شما میگه دعا میخوان، اون میگه ما از خودشون میخواییم. خب پس شما صادق نیستید در این مورد. ولی به فرضی هم که صادق باشید، در صورتی که در همین برنامه به من افترا میزنید که من فحش میدم و کلمات بنده رو نمیفهمید و میخواستم بیشتر از این بهت وقت بدم و با وجود صداتو میشناسم از قبل، میدونم که از کجا هستی، از چه زمینه‌ای هستی، اینا رو میشناسم، سالهاست نه از الان. و شیعه که فقط این کار رو میکرد که موضوع یه ذره کمتر بود، ولی فقط این کار رو نمیکنه. از خود ائمه میخواد که شفاش بدن. ائمه رو متصرف در کون میدونند. آقای خمینی میگه که ائمه بر ذرات کون و ولایت دارن. خدایی یعنی همین. اینا دعا میخوان. شرک یعنی همین، کفر یعنی همین. اصل امامت همینه، اصل ولایت هم همینه. خب و مثل که شما باقی کلیپ های ما رو گوش نمی کنید یا نمیخوایی گوش کنید، گوشاتو باستید و حاجت ما رو از خدا بگیرید، این با عقل مخالفه. مگه خدا به شما نزدیکتر نیست که حاجت از مرده بگیرن؟ مگه دین در دست من و شماست که هر طور دلمون خواست درستش کنیم؟ مگه پیغمبر کاملش نکرده؟ همه اینها رو در همین جلسه امروز من شرح دادم. لیکن شما گوشاتون بسته، چه شما رو باستید، گوشا رو باستید، فقط میخوایی یه تلفن بزنی، یه حرف بزنی همینجوری. و اما این که میگیم ما اونا رو واسطه فیض میدونیم، حتی این مصطلح واسطه فیض مسیحیت وارد تشیع شده. اونا در ابتدا عیسی مسیح رو واسطه فیض میدونستن برای خلقت، بعد خداش دونستن. شما ما الان همینطور شدید. شما با عنوان تفکر شیعی به من در موضوع ولایت، نه شخص شما که مهم نیستید که. دقت میکنید مشکلتون اینجاست.